الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا صحبه وبارك وسلم. بعد از اینکه دلایلی درباره حقانیت قرآن و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شد و جوابی مبنی بر بعضی از مثالهای قرآنی، خداوند تعالی خطاب می فرمایند اهل کفر را، کفار را، کسانی که آنها دعوت به توحید داده شدند، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اما توحید را نپذیرفتند، انکار کردند، درباره قرآن شک ظاهر کردند. الله تعالی سرزنش و توبیخ می کند که چگونه شما کفر می کنید به خدا. کیف تکفرون بالله، بالله گفتند به توحید الله، چون که کفر به خود خدا نبود، به یگانگی خدا بود، به توحید بود. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، در حالی که شما اموات بودید. خدای تعالی چهار حالت را بیان می فرماید. این چهار حالت را شما در سوره مؤمن هم خواندید. امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما را دوبار موت دادی، دوبار حیات دادی. اینجا هم همون چهارتا هست. و کنتم امواتا، اول مرده بودید. اموات کدوم مرگ را میگویند؟ مرگی که انسان هنوز به وجود نیامده، هنوز حیات بهش داده نشده، اون دیگه مرگ هست، مثل مرگ هست. چنانچه تفسیر معالم التنزیل نوشته کنتم امواتا یعنی نطفا فی اصلاب آبائکم، نطفا فی اصلاب آبائکم، شما نطفه بودید در صلب و کمر پدرانتون. پس اون زمان را، زمان نبودن را و نیافریدن را قرآن به موت تعبیر می کند. ثم احیاکم فاحیاکم، پس بعد از اون موت شما را خدا حیات داد، زنده کرد. این حیات در دنیاست، یعنی بعد از اون در دنیا خدا شما را زندگی داد. ثم یمیتکم، سپس خداوند شما را میراند، موت میدهد. این هم در دنیاست، یعنی بعد از زندگی دنیا نوبت مرگ هست. سپس آخرین حیات کی هست؟ ثم یحییکم، سپس شما را زنده می کند. کجا؟ در آخرت. دوباره شما زنده می شوید در آخرت، در قبر نیست. مجدد الله در آخرت انسان را زنده می کند. ثم الیه ترجعون، بعد از اینکه زنده شدید، از قبرها بیرون آورده شدید، به سوی خدا برگردانده می شوید، یعنی برای حساب و کتاب، برای پاسخگویی برگردانده می شوید. خب اینها مقتضی ایمان است، یعنی وقتی که این احوال است، این می طلبد که باید ایمان آورد. شما چگونه کفر می کنید ایمان نمی آورید؟ نباید کفر داشته باشید. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا،
الله تعالی دلیل دیگر و تصرف دیگر که این تصرف آفاقی هست. اون تصرف انفسی بود، یعنی هر چی بود در درون شما انسان الان در آفاق، در عالم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله آن ذاتی هست که آفرید برای شما ما فی الارض، تمام آنچه که در زمین است همگی را. ثم استوى الى السماء، سپس الله متوجه شد، مستوی شد به سوی آسمان. این تصرف دوم هست، سماوی آفاقی. استوى الى السماء، تفسیر قرطبی نوشته اقبل الى السماء، به سوی آسمان ها متوجه شد. فسواهن 7 سماوات، آفرید آنها را 7 آسمان. تسویه کرد، برابر کرد. معنی تسویه اونجوری که امام رازی نوشته، یعنی تمام خلق آسمان ها را مساوی برابر کرد، هیچ نوع کجی کجی نگذاشت، هیچ نوع پاریدگی و انشقاقی و سوراخی نگذاشت. این سواهن، چنانچه نوشته و معنی تسویتهن، معنی تسویه این آسمان ها یعنی تعدیل خلقهن، پیدایش اونها را برابر کرد. و اخلائه من العوج، و اونها را خالی از کجی آفرید. والفتور، خالی از شکاف. و اتمام خلقهن، کامل اونها را خلق کرد. پس الله می فرماید فسواهن 7 سماوات و هو بكل شیء علیم، و اون ذات به هر چیز عالم است، به هر چیز دانا هست. پس خدای عزوجل شما را آفرید، آسمان را آفرید و همه آنچه که برای برابری آسمان لازم بود انجام داد. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، در اینجا پیدایش، چون بحث نعمتها و دلائل است، یکی از عمده دلائل و نعمتها پیدایش خود انسان است. خدای تعالی هم خلق انسان را بیان می فرماید و هم شرف انسان را، که بعد از اینکه آفرید او را چه مقامی چه شرفی به او داد. و اذ قال ربک للملائکة، وقتی که پروردگار به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. ببینید این گفتن خداوند به عنوان مشوره نبود، اطلاع دادن بود. گفت من در زمین خلیفه قرار میدهم، خلیفتا یخلف بعضهم بعضا، خلیفه‌ای که یک نسلی هست، یک گروهی میره گروهی دیگه میاد. خلیفه به این معنی نیست که خلیفه خدا هست، بلکه اینها خلیفه همدیگه هستند، جانشینان همدیگه هستند. پدر میره پسر جاش میمانه، پسر میره نوه میمانه، نوه میره فرزند او. لذا نسلا اینطور جانشینان همدیگه میشن، باشندگان زمین میشن. ملائکه چه پرسیدن؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. ملائکه قیاس کردن بر جنات، چون که قبلا پیدایش جنات را مشاهده کرده بودند، فساد و خونریزی دیده بودند، لذا قیاس کردن به اونجا و فکر کردن این نسل هم مثل همون نسل است. گفتن پروردگارا اتجعل فیها، اما این سوال این دقت کنید، فرشتگان مثل ما نفسانیت ندارند که حسد بکنند، حسود نیستند. سوال اعتراض هم نبود، بلکه استفسار بود. استفسار یعنی توضیح بیشتر میخوام بدونن که چی میشه آخر.
لذا هدفشون از سوال این بود که خدایا بعد از اون آیا همون خونریزی میشه، همون فساد اولی میشه؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، گفتند آیا قرار میدهی در آن زمین کسانی را که فساد بکنند در آن زمین و یسفک الدماء و خونها را بریزند؟ میگه که لیس علی وجه الاعتراض ولا الحسد. ابن کثیر گفته آنچه که ملائکه گفتن بر اساس حسد و اعتراض نبود. و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، اگر مقصود عبادت تسبیح تقدیس ما که هستیم. و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، ما در حال حاضر داریم شما را تسبیح میگوییم. و نقدس لك فی الاستقبال، در آینده ما تقدیس و پاکیت را بیان میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون. این جواب الهی هست، اما دو تا جوابه، یک جواب حاکمانه، یک جواب حکیمانه. حاکمانه اینه که من میدونم شما نمیدونید. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم آنچه که شما نمیدانید. اما جواب دوم جواب حکیمانه. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. الله عز وجل به آدم همه اسمها را، جواب دوم حکیمانه هست، همینه. خداوند آموزش داد و بعدا از آدم و فرشتگان امتحان گرفت. آدم بلد بود، فرشتگان این بلد نبودن. ببینید اون چه که بعضی میگویند و از ظاهر فهمیده میشه، این به اون معنا نیست که خداوند به آدم جواب سوالات را گفت، به فرشتگان نگفت. پس آدم جواب داد، فرشتگان جواب ندادن. نه، به این معنا نیست. بلکه الله تعالی در وجود آدم، در درون آدم، خداوند فطرت گذاشت، صلاحیت گذاشت، استعداد دانستن اینها را گذاشت. چون که الان تفصیل این اسما نیامده، ولی اینطور معلوم میشه که اینها چیزهایی بودن که با فطرت و سرشت آدم و انسانها همخوانی داشتند. فرشتگان از این چیزها نمیفهمیدند، چون با فطرت اونها همخوانی نداشتند. خواصی از خواص شاید زمین و اهل زمین، چون اهل زمین انسانها هستند. به آدم علیه السلام وقتی که خدا گفت جواب بده، جواب داد، چون که آدم همون صلاحیت را داشت، همون فطرت در وجودش بود. لذا الله می فرماید وعلم آدم الاسماء كلها، آموزش داد به آدم اسماء را، نامها را همگی را. ثم عرضهم على الملائکه، سپس آن نامها را عرضه کرد بر ملائکه. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، الله فرمود به من خبر بدهید این نامها را، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. قالوا سبحانك لا علم لنا، گفتم پاکی پروردگارا، ما علمش را نداریم، ما میدونیم همون اندازه که تو به ما آموختی، همون اندازه که در وجود ما گذاشتی. لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر آنچه که تو ما را یاد دادی. انك انت العلیم الحکیم، همان تو علیم هستی. علیم یعنی الذي لا يعزب عنه مثقال ذره، دانا اون هست که اندازه یک مثقال از او غایب نمیشه. و الحکیم الذي فعله لا يخلو عن الحکمه،
حکیم اون است که هیچ فعلی از حکمت خالی نیست. پروردگار هم علیم تویی هم حکیم تویی، ما نمیدونیم. حال نوبت آدم است. آیا آدم این صلاحیت را دارد؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، ای آدم به آنان خبر بده نامهایشان را. فلما انبأهم باسمائهم، زمانی که آدم خبر داد به اسماء اون اشیاء، به خواص اون اشیاء، قال الم اقل لكم، الله به فرشتگان گفت الم اقل لكم، آیا به شما نگفته بودم انی اعلم غیب السماوات والارض، من میدانم مغیبات آفاق را، غیب آسمان ها و زمین را، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، و من میدانم آنچه که شما مخفی ظاهر میکنید و آنچه که پوشیده میکنید، یعنی از ظاهر و باطن شما، از عیان و نهان شما، از همه من خبر دارم. پس شما خبر ندارید. شما که خبر ندارید و در مقابل من علم ندارید، تسلیم محض بشید، سوال نکنید. خب بعد از اینکه الله عزوجل فرشتگان را تفهیم کرد که آدم برتر است، حال میخواست که فضیلت آدم را عملا نشان بدهد. اینجا بود که به فرشتگان دستور داد سجده کنند، سجده تعظیمی بکنند، سجده تحیه بکنند. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، زمانی که ما گفتیم به آدم اسجدوا به ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید آدم را، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردند مگر ابلیس. ابا واستکبر، ابلیس چیکار کرد؟ ابا کرد، انکار کرد و تکبر کرد. و کان من الکافرین، و از کافرین گشت. کان من الکافرین دو معنی دارد، ای صار من الکافرین، از کافرین شد. یکی است که و کان من الکافرین، از قبل از کافرین بود. اینجا باید بنویسه فی علم الله، در علم خدا از قبل از کافرین بود، چون خداوند از قبل علم داره نسبت به انسان ها که کی کافر است کی نیست، نسبت به انسان و جن. خب درباره سجده ما در مسئله اله خواندیم، در مقدمه خواندیم، اینجا هم مختصر عرض می کنم. ببینید سجده بسیاری معتقدن که این سجده کردن به معنای لغوی هست، به معنای شرعی که پیشانی را بر زمین بگذاری، به اون معنا نیست، بلکه نوع احترام گذاشتن است، نوع احترام گذاشتن است. به خاطر اینکه آدم که پیدا شد، فرشتگان بعد از اون باید در خدمت آدم باشند. هر مأموریتی که انجام میدن اینها همه برای آدم است. مثلا باران برای آدم است، باد برای آدم است، خورشید برای آدم است، و رونق زمین، بهار برای آدم است. همه کارها را از این به بعد شما ای فرشتگان بناس برای آدم انجام بدید، پس آدم را تعظیم کنید، احترام بذارید. مثل این میماند بلا تشبیه که یک لشکری هست، یک تیپی هست، یک گردانی هست، یک کسی را به عنوان مافوق اونها تعیین میکنند.
به عنوان رأس تعیین میکنند که این گردان باید از او تبعیت بکند، از او فرمان ببرد. خب الان به این سربازها، به این افراد میگن که اون فرمانده جدید شما معرفی میشه، میاد الان که آمد همه به او احترام بذارید. هر کسی طبق عرف خودش به او چی کار میکند؟ احترام میذارد. پس این عبادت نیست. عبادت ما تعریفش را قبلا خواندیم. ببین قیل المعنى اللغوی، آلوسی میگه اینجا سجده به معنی لغوی هست. ولم یکن فیه وضع الجباه، در اینجا پیشانی گذاشتن به زمین نبود. بل کان مجرد تذلل و انقیاد، صرفا یک نوع انقیاد، فرمانبری و خود را کوچک شمردن. تذلل ذلیل کردن به همین معنی، خود را کوچک شمردن جلوی آدم هست. پس اینجا به معنای احترام هست. ما که میگیم سجده تعظیمی، تعظیم هم به همین معنی است. هیچ کسی از مفسرین این را سجده عبادت ندونسته. سجده عبادت فرق میکنه. ما سجده عبادت تعریفش را دیروز خواندیم. سجده عبادت اینه که اون مافوق را چی تصور میکنی؟ اون را نافع، زار، همه کاره، همه اختیارات من به دست او هست و خودم را نهایتا پست و خار حساب میکنم. لذا این چیز اونجا نبود، فقط یک احترامی بود جلوی آدم علیه السلام. و حتی بعضی دیگه مفسرین گفتند که سجده خدا را بود، آدم مثل قبله قرار گرفت. چنانچه الان ما از خدا را سجده میکنیم، بیت الله فقط قبله هست. لذا آدم در توجه سجده بود. خود آدم علیه السلام در سجده نبود. علی ای حال، اگر سجده بود سجده تعظیمی بود، سجده احترام بود، سجده ای که الان در شریعت ما جوازش وجود ندارد. در شریعت ما اگر برای عبادت باشد که شرک است غیر الله را، اگر برای عبادت نباشد تعظیم باشد حرام است. اگر برای تعظیم باشد چیه؟ حرام است. و ما دلایلی هم ذکر کردیم که در این شریعت برای تعظیم هم حرام است، مثل اجازه‌ای که صحابه گرفتند از ایران و سفرهای دور آمده بودند، گفتند یا رسول الله اونها بزرگانشون را سجده میکنند، شما اجازه بدهید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به شدت منع کردند و فرمودند، سرزنش هم کردند، فرمودند اگر من اجازه سجده میدادم، زن اجازه میدادم که شوهرش را سجده بکند. پس ببینید در این شریعت سجده نیست. و ان المساجد لله، شما در سوره جن خواندید تمام سجده ها یا اماکن سجده برای الله است، بغیر الله کسی را سجده نکنید. بنابراین سجده تعظیم بود، سجده احترام بود. الله می فرماید فسجدوا الا ابلیس، سجده کردند مگر ابلیس. مگر ابلیس جز فرشته ها هست؟ نه خیر. قرآن در جای دیگه گفته الا ابلیس کان من الجن، ابلیس از نسل جن بود، اما از بس عبادت و ریاضت کشیده بود، در اون صف در زمره ملائکه قرار گرفته بود، اما تکبر بیچاره را بدبخت کرد. و کان من الکافرین، یعنی در علم الله از قبل از کافران بود. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه،
ما گفتیم ای آدم سکونت کن، آرامش بگیر، شما و همسرت در بهشت، و کلا منها رغدا حیث شئتما، و بخورید شما از آن بهشت با فراوانی و فراقی هر جا خواستید، اما یک چیز، ولا تقربا هذه الشجره، اما نزدیک این درخت نشوید. درخت مخصوص و متعینی الله تعالی گفت. فتکونا من الظالمین، پس شما هر دو از ظالمین میشید اگر از این درخت خوردید. این امتحان بود. ببینید این درخت چه درختی هست. به صورت کوتاه و مختصر عرض کنم که در قرآن نیامده. قرآن وقتی که نگفته ما هم نیازی نداریم که بدونیم. بزرگان ما میگوین ابهم ما ابهمه الله. خیلی جاها که خداوند یه چیزی را مبهم گذاشته، نامعلوم گذاشته، شما هم نامعلومش بگذارید. چرا میخواید درخت را بفهمید؟ چه فایده ای دارد؟ لذا واعلم انه لیس فی الظاهر ما يدل على التعیین. امام رازی میگه ظاهرا چیزی که بر تعیین این درخت دلالت کند وجود ندارد. فلا حاجت الى بیانه ایضا، پس ما نیازی به بیان اون درخت نداریم که چه بود. کبیر. ابا واستكبر وكان من الكافرين ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. الظالمين میشید. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. شیطان کارش کرد، ضربش را زد. الله می فرماید اندرا لغزاند. ما میگیم زلات الانبیاء، اشتباهات انبیاء. پس این زلات، کلمه زله از اینجا گرفته شده. زله به معنی لغزش. انبیاء از گناه پاک بودند اما زلات انجام میدادند. زلات خب در اختیار انسان نیست. مثلا همین در اختیار آدم نبود. فنسی آدم. در آیه دیگه داریم که آدم چی کرد؟ فراموش کرد. پس این فراموشی گناه هست نیست، این زلت لغزشه. گفتند این زلت و لغزش میماند که زلت الماشی فی الطین، مثل کسی که راه میره میلغزد در گل، در گل میافتد. خب این مقصر نیست، در اختیار خودش نبود. بنابراین زلات انبیاء از این قبیل هستند. اما این بحث که شیطان چگونه آمد در درون و اینها را گمراه کرد، در حالی که خدای تعالی شیطان را بیرون کرد. اخرج منها فانک رجیم. وقتی سجده نکرد خدا گفت تو رانده شده هستی، از اینجا برو بیرون. خب شیطان بیرون رفته بود، چطور فریب داد آدم را و حوا را؟ بعضی میگویند در حین رفتن داشت میرفت و در زمان رفتن به آدم و حوا گفت که ضرر کردید، این درخت را بخورید همیشه اینجا میمانید. و قسم یاد کرد من خیرخواه شما هستم. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. من خیرخواهم، این درخت را نمیخورید الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اگر بخورید یا 2 فرشته میشید یا همیشه در همین بهشت میمانید. لذا اونها را تحریک کرد، حریص کرد. بعضی میگن پس در زمان بیرون شدن، بعضی میگویند که نه، دوباره شیطان با یک حیله با نیرنگی دوباره داخل آمد. چطور داخل آمد؟ ایک سری چیزهای ضعیفی که اصلا قابل گفتن نیست. در جوف ماری آمد داخل. مار، بهش جای مار هاست. بعضی میگه آمد دم در
مثل ملاقات ممنوعه دم در آمد، آدم را صدا کرد دم در بهشت. آدم آمد و شیطان بیرون بود، آدم درون بود، از دور داشت باش صحبت میکرد. اینا همه بلا دلیلند، سخنانی که دلیلی نیست، هر کسی از حدس و گمان و فکر خودش گفته. اون چی که قرآن گفته برای ما ملاک است. فوسوس لهم الشیطان، شیطان وسوسه کرد. خدای عزوجل به شیطان قدرت وسوسه داده برای امتحان بندگان و عباد. پس به چه صورت وسوسه شون کرد الله اعلم، ولی وسوسه کرد و قانع کرد و برد اونها را به طرف چی؟ به طرف درخت. لذا الله می فرماید فازلهم الشیطان عنها، شیطان لغزاند آن دو را از آن درخت. فاخرجهما مما کانا فیه، آنها را بیرون کرد از آنچه که بودن، یعنی از ناز و نعمتی که در بهشت بودن از اون بیرون کرد. و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الله می فرماید ما به آنها گفتی برید بیرون. اهبطوا، فرود بیاید روی زمین. بعضكم لبعض عدو، بعضی از شما دشمن بعضی هستید، یعنی برید بیرون در زمین. اونجا خداوند عزوجل قانون جدیدی، زندگی جدیدی برای شما گذاشته که تو اون زندگی دشمنی هم هست. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین جای استقرار است، جای زندگی است و استفاده کردن و بهره گرفتن تا یک مدتی. و متاع الی حین، تا یک مدتی. وقتی که الله تعالی آدم و حوا را بیرون کرد، حضرت آدم علیه السلام احساس کرد که الله تعالی ناراضی هست، متوجه شد و متوجه شد که شیطان فریب داد. آدم علیه السلام شروع کرد به فریاد زدن و گریه کردن. میگویند آدم علیه السلام در هندوستان قرار گرفت وقتی که پایینش آوردن، و از هندوستان تا جده که جده جای حضرت حوا بود رفت، و از اونجا رفتم به میدان عرفات، چون توبه آدم در اونجا پذیرفته شد. بعضی گفته اینام اقوال بلا دلیل هستند. 40 سال طول کشید تا آدم علیه السلام به این در و اون در زد، تا اینکه خدای تعالی این کلمات را بهش تلقین کرد. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم از ربش کلماتی دریافت، پس رجوع کرد بر او، الله بر او رجوع کرد. این کلمات چه کلماتی هستند؟ بعضی ها اینجا هم احادیث موضوع و خود ساخته درست می کنند، بعضی از اهل سنت، اهل خرافات اهل سنت میگویند که آدم علیه السلام وسیله گرفت به محمد رسول الله، گفت خدایا به حق محمد منو ببخش. خداوند تعالی گفت که شما محمد را از کجا میشناسی؟ گفت اون زمانی که من در بالا بودم بر عرش، دیدم بر دیواره عرش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، متوجه شدم که محمد فرستاده و همون آخرین پیامبر تو هست، لذا او را تو خیلی دوست داری، به حرمت او و به حق او منو ببخش. اینا همه بلا دلیل، بدون دلیلند. اهل خرافات شیعه میگند که آدم به حق 5 تن یاد کرد و
وسیله به 5 تن گرفت خدای تعالی او را بخشید. هر یکی یک چیزی میگه. اینا همه خرافاتند، همه بدون دلیلند. اون چیزی که در قرآن هست، القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن خودش مفسر قرآن است، تفسیر میکنه. اینجا آمده آدم کلماتی را دریافت کرد. در سوره اعراف آمده اون کلمات چی هستند؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. این کلمات هستند. پس این دعای معروف حضرت آدم هست. اون کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، بر او رجوع کرد. انه هو التواب الرحیم، بدون شک الله عز وجل توبه پذیر هست، توبه قبول کننده هست. الرحیم، مهربان هست. علاوه از قبول کردن توبه، الله تعالی از طرف خودش هم لطف می فرماید. قل اهبطوا منها جمیعا، حکم حکیمانه دیگه هست. الان که توبهش قبول شد دیگه برگرده به بهشت. الله می فرماید نه، امر ابقایی اینو میگه. الان فعلا بمانید، بعد از این زندگی جایتون اونجا هست اگر به شرایط اونجا زندگی کردید. از اول مد نظر همین بود که الله تعالی از آدم را به زمین بیاورد. لذا الله می فرماید قل اهبطوا جمیعا، بنویس امر ابقایی، یعنی همینطور پایین بمانید، نه اینکه پایین بروید. از قبل پایین آمده بودن. فاما یأتینکم منی هدی. خب الان این سوال را شاید شما بکنید که اول هست قل نهبطوا بعضکم لبعض، اینجا هم هست قل نهبطوا جمیعا منها جمیعا. آیا اینها هر دو یکی هستند، تکرار هست یا چیزی دیگه؟ اون اولی امر ایجادی میتونی بنویسی قل نهبطوا بعضکم لبعض. خداوند عزوجل تازه دستور میده برم پایین، ایجاد میشه اون امر. اینجا قل نهبطوا بعضکم لبعض، این امر چه قل نهبطوا منها جمیعا، این امر ابقایی هست. امر ابقایی یعنی الان بمانید، الان که زمین آمده بمانید. یا به تعبیر دیگه اون دستور قبل از پذیرش توبه هست، این دستور بعد از پذیرش توبه هست. بعد از اینکه خداوند میفرماید انه هو التواب الرحیم، خدا توبه آدم را پذیرفت. بعد از اینکه توبه پذیرفته شد آیات دیگه بر نمیگردم به بهشت. الله میگه نه، بعد از اون هم ما دستور دادیم قل نهبطوا منها جمیعا. الله میفرماید ما گفتیم که شما همین جا پایین ببانید همگی. حکمت احباط از این به بعد دیگه سلسله انبیا میاد. فاما یأتینکم منی هدی، اگر از آمد پیش شما از جانب من هدایتی، رسولی پیامبری آمد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کسی از شما پیروی کرد از هدایت من، از پیامی که در اون پیام هدایت است، فلا خوف علیهم، نتیجه اول اتباع، نیست خوفی بر آنان، ولا هم یحزنون، و آنها درباره آینده خودشون هم غم ندارند. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، این تخویف اخروی هست، کسانی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم هستند، اهل آتش هستند، همیشه در آن آتش میمانند، ماندگارند. خب پس این بود داستان آدم و سرنوشت آدم که چگونه به زمین آمد. بعد از اون در زمین آباد شدند ابنای آدم و از میان اونها الله تعالی چندین
پیغمبر فرستاد، رسول فرستاد، کتاب فرستاد تا در دنیا راه و رسم زندگی را بدونند، داشته باشند چگونه زندگی کنند. از اینجا به بعد ذکر بنی اسرائیل هست. قبلا در سوره فاتحه هم خواندیم که غیر المغضوب علیهم بنی اسرائیل هستند. خداوند عزوجل برای بنی اسرائیل، برای هدایت اونها آیات زیادی فرستاد. اصلش اینه که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه طیبه رفت، خدمت شما هم عرض کردم که این سوره تقریبا جز اولین سوره ها هست که در مدینه نازل شد. اونجا که تشریف برد رسول الله، دو گروه بودند. یک گروهی همون مشرکین که تازه باید مسلمان می شدند و یک گروهی بنی اسرائیل یهودی ها. آنها را الله عزوجل به طور ویژه دعوت داد، به صورت خاص ذکر می کند و جزئیات احوال اونها را الله تعالی ذکر می فرماید. از اینجا، از این آیه تا رکوع 15 یعنی تا 11 رکوع عرض کنم که بحث بنی اسرائیل است و چند روش برای اصلاح بنی اسرائیل الله تعالی ذکر می فرماید، در نظر گرفته شده. اولا یادآوری نعمتها بر بنی اسرائیل و بر آبا و اجداد اونها. ببین وقتی که انسان بعد از مدتی محسن خودش را ببیند، یک کسی 10 سال پیش 20 سال پیش بر شما احسان کرده، خیلی لطف کرده، شما را از مرگ نجات داده. خب شما بعد از 10 سال 20 سال ببینید چقدر احترامش میکنید. الانسان عبید الاحسان، همیشه انسان برده احسان است، بنده احسان است. پس بنی اسرائیل قومی بود که خدا بر اونها خیلی احسان کرده بود. حال برای اصلاح اونها اول احسانات را ذکر می کند. دوم خیانتهای بنی اسرائیل و خیانتهای آبا و اجدادشون را که ببینید چه خیانتهایی کردن، بلکه خجل بشن، شرمنده بشن، اصلاح بشن. سوم ذکر اعمال بنی اسرائیل موجود در زمان نزول قرآن. وقتی که این قرآن نازل می شد، شما بنی اسرائیل چه می گفتید؟ چه اعتراضی داشتید؟ چه تمسخری داشتید؟ اینها را الله تعالی ذکر می کند. چهارم ذکر قتل انبیا توسط آبا و اجداد بنی اسرائیل. در این سوره ذکر می فرماید که ببینید شما پدران شما وقتی که سکوتید از پدران تعریف می کنید، دیگه معنیش اینه که شما کار اونها را قبول دارید. پس ذکر شهادت انبیا در این سوره میاد. و پنجمی و آخری اینه که ذکر میشه تکذیب بنی اسرائیل. بنی اسرائیل موجود نبوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را، که چگونه رسول الله را شما تکذیب میکنید در حالی که قبل از بعثت پیغمبر، قبل از نبوت پیغمبر شما همه اینجا برای چه جمع شدید؟ بنی اسرائیل از شام آمده بودند. مدینه چرا آمده بودند؟ آمده بودند که در کتابها خوانده بودند، از گذشتگان شنیده بودند که نبی موعود اینجا میاد، مبعوث میشه، لذا ما جز ایمانداران به او باشیم. ولی وقتی که اون نبی موعود آمد ایمان نیاوردید. خب این 5 چیز را خداوند در این 11 رکوع بیان می‌فرماید. اول چی عرض کردم؟ ذکر نعمتها. الله می‌فرماید یا بنی اسرائیل،
ای بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمتهای من را، اون نعمتهایی که بر شما انعام کردم. و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، شما وفا بکنید به عهد من، به عهد من وفا بکنید، منم به عهد شما وفا میکنم. عهدی که بنی اسرائیل با خدا بستند چه عهدی هست و عهدی که خدا با اونها داره چه عهدی هست، اینا رو مشخص بکنید. درباره عهدی که بنی اسرائیل با خدا داشتند اختلاف است. بعضی گفتن منظور عهدی که در تورات از اونها گرفته شد، که خلاصه اون عهد این است که هرگاه این پیامبر خاتم آمد، نبی خاتم آمد و مبعوث شد، این نبی از نسل اسماعیل هست، به او ایمان بیاورید، خداوند همه گناهانتون را معاف میکند و شما را وارد بهشت قرار میدهد. پس این عهد بود. خدا میفرماید به این عهد پایبند باشید، به این عهد عامل باشید، بعدا من خدا عهدم را میکنم. عهد خدا این هست که شما را وارد بهشت میکنم، شما را به بهشت میبرم. این قول اول هست. اما قول دوم، عهدی که بنی اسرائیل بسته این هست. قول اول را اولا از زبان امام رازی به خدمت شما بخوانم و بگم: ان الله تعالی کان عهد الى بنی اسرائیل فی التورات، خداوند در تورات با بنی اسرائیل عهد کرده بود که انی باعث من بنی اسماعیل نبیا، ای بنی اسرائیل من از میان بنی اسماعیل نبی را مبعوث می کنم، فمن تبعه و صدق بالنور الذی یأتی به، هر کسی که از اون پیغمبر تبعیت بکند و نوری که اون پیغمبر می آورد، یعنی قرآنی که اون پیغمبر می آورد، هر کسی که اون قرآن را تصدیق کند، ای بالقرآن، من خدا چه عهدی بستم؟ غفرت ذنبه و ادخلته الجنه، من گناهش را میبخشم و به بهشت میبرمش. پس معنی اینه که ای بنی اسرائیل اوفو بعهدی، عهدی که با من بسته اید که به این نبی خاتم ایمان بیاورید، اوف بعهدکم، منم به عهدم عمل میکنم، وفا میکنم، شما را میبخشم، وارد بهشت میبرم. بعضی میگویند که مراد از عهد عهدی هست که در خود قرآن هست، در قرآن موجود است. اون عهد چیه؟ ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، الله تعالی از بنی اسرائیل میثاق و پیمان گرفته. چیه؟ و بعثنا منهم 12 نقیبا، اولا که 12 تا سردار و کت خدا برایشون تعیین کرد الله، چون 12 تیره بودن. و قال الله انی معکم، الله گفت من با شما هستم، من حامی شما، ناصر شما، یار و یاور شما. این عهد خدا. اما شما چه عهدی داشته باشید؟ لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة، نماز برپا بدارید، زکات بدهید، و آمنتم برسلی، و همه رسول من که می آیند به اونها ایمان بیاورید، و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا، اگر شما ایمان آوردید به پیغمبر من و اگر او را احترام کردید و در راه خدا مالتان را خرج کردید، همه این کارها را اگر کردید ای بنی اسرائیل، من چه عهدی با شما دارم؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم
ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. این عهد من است، بهشت و همه گناهانتون را میبخشم. پس قول دوم اینه که این عهد مراد است. خلاصه این عهد و اون عهد اول زیاد تفاوتی با هم ندارن. و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. فقط و فقط از من بترسید. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. امر چهارمی که به بنی اسرائیل گفته میشه، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان بیاورید به آن قرآنی که من نازل کردم بر قلب اطهر محمد رسول الله، در حالی که این قرآن مصدقا لما معکم، تصدیق کننده کتاب هایی است که با شماست. یعنی مقصود اینه که این قرآن موافق تعلیمات شماست. این قرآن عکس اون را که قبلا داشتید نمیگه، بلکه قرآن اون تایید میکنه. تفسیر معالم التنزیل نشته ای موافقا لما معکم من التورات. تورات که با شماست، قرآن با او موافق است. فی التوحید و النبوت والاخبار و نعت النبی، در توحید، در نبوت، در خبر دادن از اقوام گذشته، احوال آینده، قیامت غیره، و همچنین نعت پیامبر و صفات پیامبر مثل تورات، همون که تورات گفته. پس این مصدقا لما معکم. ولا تكونوا اول کافر به، و شما نباشید اول کافر به این پیغمبر. اولین کافر شما نباشید. اولین کافرها که قریشی ها بودند، مشرکین بودند، ولی کفر اونها به حساب نمیاد. اونها جاهلند، اونها ناخوانند. شما اهل علمید، از شما انتظار این است که اولین مؤمنین شما باشید، چون وقتی که شما این پیام را شنیدید شما بهتر دریافتید از بقیه، شما میدونید چه خبر است. پس اولین مؤمن باشید، اولین کافر نباشید. نهی دوم، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، در مقابل آیات من پول اندک نگیرید، ولو اینکه پول زیاد باشد، باز هم در مقابل الله و آن خزانه‌ای که در الله دارد اندک است. و ایای فاتقون، فقط و فقط از من الله عزوجل بترسید. این نسخه هست. این نسخه اگر باشد، اگر تقوا باشد، اون همه خباست ها و اون همه امراض نخواهد بود. ولا تلبسوا الحق، نهی سوم، شما خلط نکنید حق را با باطل و همچنین کتمان نکنید حق را. عنایت داشته باشید که علماء یهود برای گمراه کردن انسانها و مردم دو حربه داشتند. بعضی مردم که اطلاعات مختصری از تورات داشتند، از کتاب آسمانی داشتند، میدونستند که درباره محمد یا درباره نبی آخر الزمان مژده آمده، بعضی صفات درستی هست. پس وقتی که اونها میپرسیدند از ملاها نمیتونستن بگن نخیر اصلا چنین چیزی نیامده. اونجا انکار نمیکردند. چه کار میکردند؟ تلبیس میکردند، یعنی خلط حق و باطل میکردند. بله هست، ولی این مشکل ها، یک چیز اضافه میکردند یا یک چیز کم میکردند، تا اینکه اون کسی که کمی اطلاعات داره برای اون خلط مبحث بشه، یا اینکه میدیدن این طرف اصلا دهاتی، هیچی متوجه نیست،
اصلا خبر نداره. به او میگفتند، نسبت به او کتمان حق میکردند، میگفتند اصلا بحثی تو تورات نیست، اصلا چنان موضوعی وجود ندارد. لذا الله می فرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل، این درباره اونهایی که اندک اطلاعات داشتند. شما خلط نکنید حق را با باطل، و تکتموا الحق، و همچنین نپوشید حق را، و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید شما دارید کتمان میکنید، شما دارید حق پوشی میکنید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. اینجا خداوند یه امر دیگری بیان میفرماد که این امر واقعا امر معالجه هست، امر علاج هست. بنی اسرائیل چند تا مریضی داشتند که اون مریضی ها نمیگذاشت ایمان بیاورند. یکی حب جاه، یعنی حب مقام، یکی حب مال، و سوم حسد. حب جاه به این صورت می گفتن اگر ما بیایم ایمان بیاوریم، ما هم بشیم غلام محمد، این مرجعیت ما از دست میره. اونها هر یکی برای خودشون مرجع بودند، مردم از آفاق می آمدند به اونها مراجعه می کردند. پس این حب جاه هست، تکبر. دوم حب مال، دکان داشتند، همین مرجعیت منبع درآمد بود. مردم به این بهانه از هر جا برای اونها سهم اونها را می آوردند. پس اگر می آمدند و غلام محمد می شدند، این دیگه مال و این درآمد هم قطع می شد. سومین علت حسد بود. حسد که اونها گفتند چرا از فرزندان اسماعیل مبعوث شد؟ همه انبیا از نسل ما بوده، از اسرائیل. این مسئله باعث شد که اونها ایمان نیاورند. خداوند اینجا 3 دستور داد برای این 3 مریضی. اولی چی بود؟ حب جاه، درمان اون. و اقیموا الصلاة، نماز برپا بدارید. در نماز چی ایجاد میشه؟ تواضع. نماز شما خواندی غایت التذلل هست، تواضعی که از اون دیگه تواضع بیشتری نیست. خب کسی وقتی که تواضع میکند، اون جاه، اون مقام، اون مرجعیت از نظرش چی؟ تحقیر میشه، اون بی ارزش میشه. و آتوا الزکات، این علاج حب مال هست. برای ما هم همین طوره، این تنها برای بنی اسرائیل نیست. وقتی که انسان مال زکات بده، ارزش مال، محبت مال کم میشه. لذا این برای حب مال هست. الله می فرماید وارکعوا مع الراکعین، برای علاج حسد است. بیایید رکوع کنید با اینها، یعنی در جماعت اینها، در صف اینها شریک بشید. بعضی میگویند چون که بنی اسرائیل در نماز خودشون رکوع نداشتند، لذا در این نماز، در نمازی که پیغمبر اسلام میخواند رکوع بود، لذا وارکعوا مع الراکعین گفته شد. یعنی شما نمازی بخوانید، نه نماز خودتون، نمازی که تو اون رکوع باشد با جماعت آنها. بعضی گفتند که تفسیر معالم صلوا مع الذین فی صلاتهم رکوع، با اونهایی که در نمازشون رکوع هست با اونها نماز بخوانید. لذا الله می فرماید و اقیموا الصلاة، و نماز را برپا بدارید. و آتوا الزکات، و زکات بدهید. وارکعوا مع الراکعین، و همچنین شما رکوع کنید همراه رکوع کنندگان. اتأمرون الناس بالبر،
وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. باز هم سرزنش یهود افراد خودشون را، اتباع خودشون را دستور میدادن به عمل کردن به تورات، که شما احکام تورات را احیا بکنید. بس خودشون را الله میفرماید خودت شما چرا عمل نمی کنید؟ خود یهود عمل میکردند، اما اون آیاتی از تورات که درباره صدق رسول الله بود به اون ایمان نیاوردند دیگه، اون نپذیرفتند. ببین ان الیهود، تفسیر کبیر میگه ان الیهود کانوا یأمرون غیرهم باتباع التورات، دیگران را به اتباع تورات امر میکردند. ثم انهم خالفوه، خودشان مخالفت کردند. لانهم وجدوا فيه ما يدل على صدق محمد، آنچه که بر صدق رسول الله بود یافتند. ثم انهم ما آمنوا به، خودشون ایمان نیاوردند. لذا الله میفرماید اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم را امر میکنید به نیکی، و تنسون انفسکم، و خودتان را فراموش میکنید، و انتم تتلون الكتاب، و شما کتاب میخوانید، تورات میخوانید، خودتان کتاب خدا را. افلا تعقلون، خرد ندارید، عقل ندارید، این کار را میکنید. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. یکی دیگر از صورتهای اصلاح اینه که انسان استعانت و کمک بگیرد از صبر و نماز. بالصبر و الصلاة، صبر کردن در دنیا بر مسائل، مصائب، مشکلات، این خودش انسان را سبک می کند و بر انسان تأثیر گذار هست. بعضی میگن مراد از صبر روزه هست، چون در روزه صبر هست، شما استقامت میکنید تا شب چیزی نمیخورید، پس خدای تعالی میفرماید روزه بگیرید و نماز بخوانید. اما قول درستر همینی که در مقابل همه آلام شکیبا باشید، تحمل داشته باشید، و همچنین صلات، نماز بخوانید. نماز واقعی وقتی که انسان بخواند از این عالم خارج میشه، واقع وارد دیگه عالمی میشه. پس در اون عالم روحانی انسان فراموش میکند مصیبت را. و انتم تتلون الكتاب و انها لکبیرة، همانا این خصلت یعنی صبر و صلات، یا اینکه نماز، لکبیرة الا علی الخاشعین، سنگین است مگر بر کسانی که خشوع و خضوع میکنند. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، این نسخه خشوع. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، آنهایی که یقین دارند که ملاقات میکنند رب را. و انهم الیه راجعون، آنها به سوی الله عزوجل برمیگردند. اونها را الله عزوجل میفرماید که اینها خاشعین هستند. یظنون یستیقنون، و الظن هنا فی قول الجمهور بمعنى الیقین، یعنی به ملاقات پروردگار، به روز معاد ایمان دارن، یقین دارن. باز خطاب دوم بنی اسرائیل، مجددا ذکر نعمتها. باز اینجا نعمتهای هم روحانی هست و هم نعمتهای جسمانی هست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل
یاد کنید نعمت من را التي انعمت علیکم، آن نعمتی که من بر شما ارزانی داشتم روحانی و جسمانی. و انی فضلتکم علی العالمین، و مزید بر آن، علاوه بر آن، من شما را فضیلت دادم بر جهانیان. وقتی که اینجا یک کلمه بنویسی عالمی زمانهم، اون اشکالات دیگه ایجاد نمیشه که مگر بنی اسرائیل از امت محمد هم افضلتر است؟ نسبت به زمان خودشان فضیلت داشتن، عالمین زمانشان بودن. خب این ذکر نعمت بود و حال ترهیب است، بیم دادن بنی اسرائیل. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ای بنی اسرائیل پروا داشته باشید از آن روز، بترسید از آن روز. لا تجزی، لا تجزی به معنی کفایت نکردن است، کفایت نمی کنند. یا لا یغنی احد عن احد، هیچ کسی دیگری را مستغنی نمی کند. پس لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی را. ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صورت هایی که برای رهایی یک مجرم در دنیا متصور هست و امکان دارد، خدای عزوجل این صورت ها را در آخرت ذکر کرده و منتفی دانسته. صورت اول اینه که کسی به بلایی گرفتار میشه، کسی دیگه توانایی قدرت داره همینجا دستش را میگیره، بدون زندان بدون محکمه میره از همونجا دستش را میگیره، میگه این مال من هست، این از نزدیکان و افراد من است، آزادش میکنه. این صورت اونجا نیست. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ نفسی نمیتواند که از نفس دیگر چیزی دفع کند، چیزی دور کند. صورت دوم در دنیا اینه که این مجرم افتاده به زندان، پروندهش پیش قاضی هست، این میره پیش قاضی، با قاضی آشناست، میگه قاضی این پسرموی منه، قاضی سفارشش را میپذیرد، آزادش میکنه. اونجا از این خبران نیست. ولا يقبل منها شفاعه، الله میفرماید از آن نفس شفاعت پذیرفته نمیشه، شفاعت قهری مراد است. ولا يؤخذ منها عدل، طریقه سوم در دنیا ماشاءالله در رشوه همیشه باز است. هر کسی که گرفتار میشه پول میده و آزاد میشه. کاری که پول میکنه هیچی میگه نمیکنه. حتی بسا مجرم ها هستن که گرفتار میشند، پول چطور معجزه میکنه که یک فقیر و یک بیچاره دیگر میرن به جای اون میارند، به کیفر اعمال میرسانن، به اعدام میبرند، ولی اون مجرم اصلی رها میشه. اینم در دنیا هست، رشوه دادن، ولی اونجا از این خبران نیست. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. صورت چهارم به نوعی دیگه انسان کمک میشه. اینجا صورت های زیادی در دنیا هستن. مثلا یک کسی گرفتار میشه، حزبی داره، از طرف حزبش راهپیمایی میکنه، سر و صدا میکنه، عریضه مینویسند، اعتراض میکنند، خلاصه به دادش میرسند. اونجا ولا هم ینصرون، اینها این صورت هم منتفیه. این کسانی که در جهنم میفتن مجرمین یاری نمیشوند. پس ای بنی اسرائیل از اون روز بپرسید، بترسید که هیچ راه مفری نیست، هیچ راه نجات نیست.
و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. بعد از این تذکر و تلنگر الله عز و جل انعامات را یادآوری می فرماید. از اینجا انعامات آغاز میشه. انعام اول، یاد کنید ما شما را نجات دادیم از آل فرعون، می چشانیدن شما را بدترین عذاب. یسومونکم سوء العذاب. اون سوء العذاب چی بود؟ یذبحون ابناءکم. این تشریح سوء العذاب است. پسران شما را ذبح می کردند. و یستحیون نساءکم. دختران شما را زنده نگه می داشتند. این عذاب هم عذاب بسیار بدی بود. حتی اگر برای کسانی که اهل حیا باشند این از اولی بدتر. کسی خودش را بکشند، خواهرش را برای خودشون نگه دارند. بسیار افراد با غیرت هستند که قبلا اون خواهر و مادر خودشون را خودشون میکشند تا بعد از ما زنده نباشند. گرچه اینم تاییدی نیست، ولی منظور اینه که آنها بنی اسرائیل در اصل با غیرت بودند، پیغمبرزاده بودند، اولاد انبیا بودند، ولی به سبب شامت اعمالشان با اونها چه میشد؟ خودشون را میکشتند، پسران را، دختران را نگه میداشتند. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اینجا میخواستم درباره علت این اقدام و علت این پدیده مختصری عرض کنم. بعضی میگویند که فرعون در خواب دیده بود و که بادی طوفانی از طرف خانه های بنی اسرائیل آمد و داخل کاخ من شد و همه چیز را با خاک یکسان کرد و غیره، که معبرها تعبیر کردن فرزندی از اون قوم می آید و موجب سرنگونی تو و سلطنتت میشه. لذا فرعون دستور داد که فرزندان بنی اسرائیل کشته بشند. بعضی میگن که بحث خواب نبود، کاهنها خبر دادند، پیشگوها خبر دادند، پیشگویی میکردند که مولودی از بنی اسرائیل میآید. اینها را هر دو تا مفسرین نوشتند، اما شیخ ما رحمه الله حضرت حسین علی ایشون معتقدند که بحث خواب و کهانت نبود، بلکه در تعلیمات ابراهیم علیه السلام بود. همان گونه که در تعلیمات موسی مژده محمد رسول الله بود، در تعلیمات ابراهیم مژده پیامبری از بنی اسرائیل بود و علائمی که تخت فرعون و سلطنت فرعون را از بین میبرد بود و بنی اسرائیل همون زمان منتظر این ناجی بودند، منتظر بودند که کی می آید. لذا فرعون وقتی که متوجه شد، یقین کرد که چنین خبرهایی هست، شروع کرد به اقدام. فرزندان بنی اسرائیل که به دنیا می آمدند البته گفتند که 1 سال در میان کرد، 1 سال می کشت، 1 سال نمی کشت. هارون علیه السلام که 1 سال از موسی بزرگتر هست، به خاطر از اینکه از همون سالی بود که اون سال بچه ها را نمی کشتند. به هر حال موسی علیه السلام را الله تعالی در همین سال به دنیا آورد. الله میخواد نشان بده، و الا میشد که موسی را در همون سال هارون به دنیا بیاد. الله میخواد نشان بده که اون چیزی که ابرقدرت‌های دنیا میخواند
با اون قدرت های پوشالیشون اون نمیشه. چطور الله نشان میده باز در واقعا در داستان موسی و فرعون خیلی درس ها و عبرت هاست. الله در همون سال موسی را متولد می فرماید، در خانه فرعون الله میاره قرار میده، در دستان فرعون موسی قرار میگیره، دشمن فرعون. بعد توسط همون فرعون، توسط هزینه های همون فرعون، در همون کاخ موسی علیه السلام ازش نگهداری میشه. فرعون تا یک حدی باور دارد که همینه، چند بار تصمیم میگیره که کار موسی را یک سره بکنه، اما سیده آسیه رضی الله عنها و علیه السلام مانع میشه. بنابراین پس اون چیزی که باعث شد فرعون بچه های بنی اسرائیل را ذبح بکند، این مژده‌ای بود که در تعلیمات سیدنا ابراهیم علیه السلام و در صحف بجامانده از ایشون اون وجود داشت. ذا الله می فرماید و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، شما را می چشانیدم بدترین عذاب. خب اون چی که بنده عرض کردم علت را و گفتم شیخ ما رحمه الله هم همینو میپذیرد، اینه که حضرت امام رازی هم ذکر کرده عن ابن عباس رضی الله عنهما انه وقع الى فرعون و طبقته ما کان الله وعد ابراهیم. اون چی که برای فرعون و همپیمانان فرعون و درباریان فرعون اتفاق افتاد و نگران بودند از وعده الله بر ابراهیم که ان یجعل فی ذریته انبیاء و ملوک، در نسل و اولادش انبیاء و ملوک خواهند بود. ثم فخافوا على ذلك واتفقت کلمتهم، فرعونیا از این ترسیدند و همه متفق الکلمه شدند على اعداد الرجال معهم شغار معهم شفار، بر آماده کردن افرادی مردانی که همراه خودشون چاقو داشتند، یطوفون فی بنی اسرائیل فلا یجدون مولودا ذکرا الا ذبحوه، مگر می کشتند. به هر حال این علت بود. الله می فرماید یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بلا دو معنی دارد. بلا یک معنیش امتحان آزمایش است، یک معنیش انعام و الطاف هستند. اینجا هر دو تا معنی میتونه باشه، بستگی به مشار الیه فی ذالکم داره. اگر فی ذالکم اشاره به قتل و آزمایشاتی که خداوند بر اونها آورد، پس میشه و فی ذالکم در این قتل فرعون فرزندان شما را بلاء من ربکم عظیم، که آزمایشی بود، انعامی بود از طرف الله عزوجل عظیم. اما و فی ذالک آزمایش و امتحانی بود. اما و فی ذالکم اگر ما مرجع فی ذالکم یا مشار الیه فی ذالکم نجیناکم را قرار بدیم، یعنی نجات، و اذ نجیناکم، پس در این نجات انعام بزرگی بود. ببین ظاهر طوری بود که باید شما همه کشته می شدید، از دست فرعون در امان نمی ماندید، اما و فی ذالکم در نجات شما از جانب رب یک انعام بسیار بزرگی و یک دستور عرض کنم که انعام بزرگی و احسان بزرگی بود الله تعالی نسبت به شما انجام داد.